بهر پیشگیری کسلی‌های سیرایتی کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر حصار در اساس نقشه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا، داروخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، مغازه و آشخانه‌های بازار ریدهای مشترک تشکیل نموده در مؤسسه‌های طبابتی سنجش سانیتری و اپیدمیولوژیکی می‌گذرانند. در هفته گذراندن ریت‌ها از طرف کارمندان مرکز محصولات گوشتی، شیری، محصولات قنادی که مهلت استفاده برایشان گذشته است و صفت پست دارند از معاملات گرفته شد. از طرف مرکز و از طرف شعبه خوراک در تمام مؤسسه‌های زیر نظارتی از آن جمله مؤسسه‌های خوراک عمومی، سودا، خوراک، نقطه‌های خدمت رسانی چاره‌بینی‌های بسیار گذرانده شد. اویدی پیشگیری یعنی در مؤسسه‌های زیر نظارتی اویدی بزرگردانی، اویدی بریرهای خلور پیش از درآمد، اویدی استفاده بری نقاب ایروی ترتیبات، ایروی دستورالعمل‌ها و دیگر مسائل‌های زیر نظارت برده ایستاده‌ایم. کارمندان ساحه جهت تامین رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و پیشگیری پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی ریت‌های مخصوص دایر نموده برای رفع کمبودی‌های جای داشته چاره‌های تأخیرناپذیر می‌اندیشند. در هفته گذراندن سنجش‌ها از طرف کارمندان مرکز صاحبکارانی که برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتری پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب دادند به همه آنها قرار عاید بستن جریمه برآورده شد. در وقت سنجش معلوم گشت که از طرف کارمندان نقطه‌های خوراک، آشخانه‌ها، فروشگاه‌ها عاید این مسائل‌ها کار برده ایستادند. ذخیره خلور ایروی ترتیبات، ایروی دستورالعمل دارند. عموماً کارهای فرماندهی عاید پیشگیری زیر نظارت قطعی قرار دارد. مسئولین میگن که از ورود محصولات پس‌صفت مقدار زیاد از فروش بیرون کردند. همینطور گذراندن چنین ریت‌ها در بازار و مغازه‌های خوراکباری از طرف مسئولین باز ادامه خواهد کرد.